سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم با آموزش آپدیت های جدیدی که فیگما اضافه کرده. فوق العاده آپشن های جذابیه. الان همشون رو براتون بررسی میکنم. کار کردن باهاشون مثل سایر قسمت های فیگما خیلی ساده است. این ابزارها باعث میشه که خلاقیت بیشتری بتونیم به خرج بدیم، جای کار بیشتری داشته باشیم و ابزارهایی که توی فیگما وجود نداشت ما مجبور بودیم از ابزارهای دیگه مثل فتوشاپ یا ایلاستریتور استفاده کنیم، اونا رو اینجا به ما داده. میایم همه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خوب دقت کنین که قراره کلی کار بزرگ با هم دیگه انجام بدیم. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اولین بخشی که فیگما اضافه کرده و میشه گفت یکی از هیجان انگیزترین بخشاست، بخش فیگما درا. فیگما درا اومده یک سری از ابزارهای ایلاستریتور رو توی فیگما به ما داده که ما اینجا کار رو بتونیم به صورت راحت تر انجام بدیم و خلاقیت بیشتری توی کارمون به خرج بدیم. خب دوستان، توی این پنل ابزار پایین که دقت کنید، ما اینجا یک تب دیزاین داریم که آیکون این عوض شده، یک تب دیولپ مود داشتیم و یک تب اضافه شده به اسم درا. اوکی؟ وقتی من روی تب درا کلیک میکنم وارد پنل درا میشیم. میبینین که این پنل ابزار پایین یک مقدار تغییر میکنه. ساختار لایه هامون این بغل تغییر میکنه، یعنی آیکون خود لایه ها بزرگتر و بهتر دیده میشه که ما مثلا متوجه بشیم داخل اون لایه چیه، دیگه فقط تایتل نیست مثل بخش دیزاین. و این پنل سمت راست هم پنل پراپرتی ما یک مقدار تغییر میکنه. آپشن های پنل دیزاینش اینجا کم میشه، آپشن هایی که بیشتر مربوط به بخش درا باشه رو اینجا به ما میده. خب بیایم با هم بررسی کنیم ببینیم چه ابزارهایی داره. اینجا ما 3 تا ابزار میبینیم: مداد، قلمو و ابزار پن که داشتیم. حالا اینجا آوردهش مقدار جوی دست برای ما میایم با ابزار پنسل شروع میکنیم. وقتی اینو کلیک میکنیم اینجا میتونیم رنگش رو انتخاب کنیم، میزان استروک بوردرش رو مشخص کنیم. مثلا میذارم روی 4 و شروع میکنم یک خط رو ترسیم کردن. خب بهم اجازه میده هر کاری که میخوام انجام بدم. ببینید وقتی مثلا من یه خط رو همینجوری الکی بکشم و ول کنم، میبینید که یه مقدار لبه ها رو خودش کرو میکنه که این فوق العاده است. خودم به شخصه وقتی از این مدل وکتورها میخواستم توی دیزاینم استفاده کنم، میرفتم از ایلاستریتور اونجا میکشیدم، کپی میکردم، میآوردم اینور پیست میکردم. خب این مقدار سرعت کارو میگیره. دوستان ببینید فیگما داره به اون واژه طراحی بی حد و مرز نزدیکتر میشه، یعنی طراحی که شما هر کاری به دلت بخواد انجام بدی، از اسکچ گرفته، از پیاده سازی گرفته، از انیمیشن، از پروتوتایپ، از پابلیش کردن یک وبسایت، طراحی همه قسمت ها رو داره به اون قسمت پله 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 نزدیکتر میشه و آینده بسیار درخشان داره. و توجه به قدرتی که الان داره، مطمئنا تا 1-2 سال آینده کاملا بی‌رقیب میشه. رقیب‌های مثل فریمر و وبفلو ابزار خیلی فوق العاده است، ولی خب مقدار هزینه هاش بالاست. حالا یه مقدار داستان داره، ولی ابزار دیزاینش اصلا مثل فیگما نیست، تا حدودی مثل فیگماست. خب بریم برای ادامه صحبتامون. من اینو رو پاک کنم، دوباره ابزار پنو بردارم، پنسل. خب اینجا به ما یه خط میده که ما بتونیم مثلا برفرض، ببینید من اونور از این کارا زیاد میکردم، مثلا تایتل 1 مثلا ما یک همچین چیز رو احتیاج داریم. بعد برای قسمتی از دیزاینمون مثلا من میومدم یه همچین خطی رو دور این میکشیدم یا اینجور خطی رو زیرش مینداختم. الان با این ابزار پنسل خیلی کار ما راحت تر شده. خب بریم ابزار براش رو بررسی کنیم. خب براش یک ابزار خیلی فوق العاده است که ما اینو هم توی فتوشاپ داشتیم، هم توی ایلاستریتور یه مقدار محدودتر، فتوشاپ خیلی جای کار بیشتر. چیزی رو که اینجا به ما داده تا حدودی ترکیبی از هر دوه، ولی هنوز خیلی جای کار داره تا مثل فتوشاپ بشه، ولی خب همینم عالیه. بریم ببینیم چی کار میشه باش کرد. خب وقتی من اینو انتخاب میکنم، این پایین میبینیم یک منو باز میشه که براش های مختلفی رو خودش به صورت پیشفرض برای من گذاشته. من هر کدوم رو انتخاب کنم و با توجه به سایزی که به اون میدم یک شیپ بسیار بسیار جذاب به من میده. مثلا ببینید من ابزار براش رو برمیدارم، مثلا یک کلمه می نویسم های. ببینید همچین چیزی مثلا برای گوشه وبسایت، برای گوشه طرح شما خیلی جذابیت بالایی داره که یک همچین کاری رو انجام بدید. نکته جالب، ببینید
من الان اینا رو نوشتم، اوکی، همه رو سلکت میکنم از پنل پراپرتی سمت راست. توقع داشته باشید، در نظر داشته باشید ما توی پنل درا هستیم. اینجا توی بخش استروک ببینید که آپشن های مختلفی در رابطه با این خطوطی که من کشیدم به من میده و جذاب ترینش این قسمته بچه‌ها، پنل خود براش است که از همینجا من اجازه میده پترن چیزی رو که نوشتم به راحتی تغییر بدم و این فوق العاده است. یعنی این کاریه که واقعا توی فتوشاپ و ایلاستریتور آرزو بود بشه همچین کاری کرد، چیزی رو که میکشی در لحظه بتونی بافتش رو تغییر بدی و اصلا به قول معروف such a wow. یعنی خودم وقتی داشتم اینا رو دیروز پریشب بود رو نمایش شد دیگه، دیروز داشتم باش کار میکردم، واقعا داشتم لذت میبردم و ببخشید یه روزم دیر شد تو آپلود ویدیو، یه مقدار کار داشتم، پروژه رو با تحویل میدادم، یه مقدار کارهای شخصی بود نرسیدم تا الان که در خدمت شما هستم. خب ببینید از اینجا ما میتونیم اینا رو به این صورت تغییر بدیم و یک آپشن جالبتر ببینید، من ابزار تایپ رو برمیدارم، مثلا اسم خودم رو مینویسم، اوکی، یه مقدار فونت اون رو درشتر کنیم، اوکی. ببینید کاری که من انجام میدم به روال همیشهمون، میام فیل اون رو خاموش میکنم و به اون یک استروک میدم، اوکی. و چون توی پنل درا هستیم استروک من به این صورته، حالت اوتساید، من زوم کنم بهتر ببینید، حالت ببینید من نگه میدارم موسوم میاره outside، center و inside. من میتونم اینا رو تغییر بدم، میزان کروی گوشه‌هاش دو طرف به چه صورت باشه و الی آخر. و نکته جالب ببینید وقتی من این آپشن رو، این دکمه رو از این بغل میزنم این پنل برای من باز میشه دیگه. استروک ها یک استروک ساده نیست، آپشن های مختلفی توی پنل درا به ما میده. حالت بیسیکش که ما قبلا داشتیم به صورت سالید و دش که ما میتونستیم اینا رو تغییر بدیم. دو تا حالت اضافه شده، یکی داینامیک و دیگری براش. بریم روی براش صحبت کنیم فعلا. ببینید اینجا من میتونم هر کدوم از این براش ها رو که میخوام انتخاب کنم. ببینید الان خیلی کوچیک، من میام یک مقدار استروک میدم و اوف ببینید چی ساخت بچه‌ها، اصلا خودش یه لوگوه، میدونی یه فونت ساده رو برای من تبدیل به یک لوگو میکنه. و این دوتا اروی هم که این پایین وجود داره ببینید زده direction، جهت این براش رو، چون بعضیش میبینید دومش باریک‌تره اینا رو چپ و راست میکنه. مثلا الان اونایی که دومشون باریک‌تره بود، مثلا این مدل اول ببینید الان مثلا نیما این ور اینه اینجوریه، من اینو دایرکشنش رو به اون ور میزنم، این برعکس اومد این ورش این خط اتفاق افتاد و خیلی جذاب این موضوع. ببینید یه کار خیلی قشنگ و حرفه‌ای. یا مثلا برفرض همین کاراکتر ان، من اینو بزنم، اوکی بچه‌ها، کنترل آلت او رو میزنم که بره توی حالت اوتلاین و خدمت شما عرضم که اونو میذارم روی حالت استروک، فیل اونو خاموش میکنم، اینتر رو میزنم. میخوام یه دونه از خطا رو حذف کنم که ما فقط یک خط رو داشته باشیم. آها بزنیم. خب از اینجا اون ابزارم بهتون یاد بدم. خب دوستان دقت داشته باشید، اینو تا اینجا تو ذهنتون داشته باشین. اون داینامیک هم جلوتر براتون میگم، اون خیلی جذابه. موقعی که ما یک شیپو داریم، مثلا یک مستطیل یا یک کاراکتر، هر چیزی که باشه، موقعی که اینتر رو میزدیم توی حالت قبل خب به ما پنل ادیتش رو میداد که ما میتونستیم روی این انکر پوینت ها کار کنیم و ادیتمون رو انجام بدیم. حالا توی آپشن جدید این پنل پایین رو دقت داشته باشید، حالا نه بمونه که کامپوننت و ماسک و یونیون و اینا همه اومد این پایین و خیلی خوبه، چون قبلا اون گوشه بالا بود اذیت بود، الان اومده جای درستی. من اینتر رو که بزنم وارد پنل بخش دیزاینش بشم، بخش ادیت مودش بشم، این پایین یک پنل ابزار جدید برای ما ظاهر شده. اوکی، اولی که حالت خب همون موو، دومی ابزار لاسوه که یک ابزار فوق العاده است، سومی شیپ بیلدر ابزاری که ما توی ایلاستریتور هم داشتیم و خب اونجا هم خیلی آپشنا داره، اینجا هم الان تازه اضافه شده آپشن خوبی داره، ولی خدمت شما عرض کنم که ایلاستریتور هنوز تکمیل‌تره و لاسو هم که ابزار فتوشاپه. بعدی ابزار پینت و کرو و در نهایت هم کلوز.
خب دوستان دقت داشته باشید این ابزار لسویی که اضافه شده یک آپشنی داره میده فوق العاده است. یعنی من پیرم در اومد توی ایلاستریتور و فتوشاپ که چرا این آپشن نیست. مثلا ببینید الان من با ابزار موف میخوام این خط پایین این کاراکتر اینو پاک کنم، نقاط رو با چه شکلی انتخاب کنم؟ بیام این دوتا رو انتخاب کنم، شیفت رو نگه دارم، حالا این دوتا رو انتخاب کنم، حالا بیام اینو انتخاب کنم یه بار دیگه، بعد مثلا دیلیت رو بزنم که اون یه دونه خط حذف بشه. اما ابزار لسو چه قدرتی به من میده؟ من لسو رو انتخاب میکنم، دقت کنید ببینید من این خط رو انتخاب میکنم، میام بالا، این دوتا نقاط من همچنان موس رو پایین نگه داشتم، هر جایی من بخوام برم این ابزار منو میبره به راحتی. ببینید الان میام بالا اینو انتخاب میکنم، خب ببینید این پایین یه نقطه انتخاب شد یکی نشد، الان این دوباره میام پایین، از روی این حذف میشم برمیگردم روی این دوتا، ببینید الان دقیقاً اون نقاطی که من میخوام سلکت شد. با یک بار کلیک کردن الان دیلیت رو میزنم و به راحتی فوق العاده این آپشن، یعنی چی بهش میگن، دم فیگما گرم با این ابزار فوق العاده که قرار داد، کلی حال داد بمون. خب اینو به این صورت، حالا مثلا ما بخوایم تک لاینش کنیم، شیفت و دیلیت رو من بزنم، شیفت و دیلیت، اوکی. الان میام چیکار میکنم؟ از پنل استروک یک بار اسکیپ رو بزنم. خب از پنل استروک دوباره میام روی قسمت براشز و اینجا این سری دیگه کاراکتر یک خطیمون رو داریم به این صورت. ببینید اینور دوتا لاین داره، اینور یه دونه لاین داره و حالا هر کدوم از این براشا رو هم بندازیم روش، اوکیه. خب پس این هم از این قسمت. حالا بریم سراغ تب داینامیک. ببین این وسط هم یه تب دیگه داریم به اسم داینامیک. این داینامیکش هم خیلی ابزار باحالیه. ببین دوستان 3 تا حالت اینجا به ما داده: فریکونسی، ویگل، اسموتن. فریکونسی ببینید من اگه این فریکونسی رو بیشتر کنم، میزان این موجی امواجی که روی لاین من هست کمتر میشه بیشترش کنم و هرچی اون رو کمتر کنم میزان این امواج بیشتر میشه. و نکته جالبش چیه؟ ببینید الان مثلا روی این حالت من اینو ول میکنم، اینو من کوچیک کنم به همون اندازه این هم کوچیک میشه. این داینامیک بودنش خیلی جذاب و باحاله. یا مثلا این لباشو میبینید اینجوری تیز و هارشه، من اینو مثلا اینجا بیام روی حالت کرو بذارم، لبه ها رو این شکلی میکنه و خیلی فوق العاده. دومی ویگله. ببینید من اینجا یکم این استروک رو نازکتر کنم. ویگل رو وقتی ما زیاد میکنیم این میاد یک اون فرکانسش رو خیلی بیشتر و بیشتر میکنه و اگر کروی رو پایینش رو اسموتینگ رو من بیارم روی صفر، میبینید اینجوری این ویگل ما به این صورت لپتیز میشه و اگه من اون رو زیاد کنم این به این صورت بیشتر میشه. مثلا الان ما توی این شیپی که بالا داریم ببینید چقدر آپشن ها باحاله. من استروک رو که فعال میکنم براش وارد آپشن ها میشم، میام داینامیک. خب بریم روش کار کنیم، یه استروک باحال بهش بدیم. ببینید مثلا یه همچین چیزی، فریکانسیش یه مقدار دستکاری کنیم، یه مقدار ویگل، اسموتینگش هم دوست دارم روی 100 باشه. ببینید یه آپشن جذاب به ما میده و این برای استفاده کردن تو قسمت‌های مختلف وبسایت خیلی باحاله. حالا اینکه چطوری از این ابزارها توی طراحیامون استفاده کنیم توضیحش خارج از آموزش این یک جلسه است. اینا رو حتما توی دوره جامع من قرار میدم که چطور با این ابزارها بتونید طراحی‌های خلاقانه تری انجام بدید که نتیجه کارتون خیلی جذابتر بشه. کارو برای دیولپرها خیلی سخت‌تر نمی‌کنه این ابزارها، فقط دیزاین رو جذاب‌تر می‌کنه برای کار دیولپرها به اندازه قبل حجم کار. خب اینم از این بخش. بریم رو باقی ابزارها کار کنیم. خب اون ابزار شیپ بیلدر هم براتون بگم. ببینید فرض کنید ما اینجا اگر با ایلاستریتور کار کرده باشید، ابزار شیپ بیلدر دقیقاً همون چیزیه که ما توی ایلاستریتور داشتیم، اما در حال حاضر به حال این فیچر تازه به فیگما اضافه شده. چیزی که ما توی فیگما داریم خدمت شما عرضم که آپشن هاش و فیچر های این ابزار کمتر از ایلاستریتوره، ولی خب قطعا جلوتر
بیشتر میشه. فرض کنید ما چند تا شیپ اینجا داریم. اوکی، همشون رو انتخاب میکنم، یک بار اینتر رو میزنم که وارد پنل ادیتش بشیم و میام از این پایین ابزار شیپ بیلدر رو برمیدارم. شیپ بیلدر چیکار میکرد بچه‌ها؟ میومد قسمت‌های مختلف شیپ ها رو با همدیگه مرج میکرد یا اینکه جداشون میکرد. مثلا الان من میخوام این سه تا قسمت وسط این سه تا شیپ جدا بشه، میام چیکار میکنم؟ به این صورت خیلی راحت رو سه تاشون موسمو حرکت میدم، اسکیپ رو میزنم از این فضا خارج بشه، ابزار موو رو برمیدارم. ببینید الان من اینا رو تیکه تیکه جدا میکنم، اون قسمت وسط رو به راحتی به من داد. این کاری که ابزار شیپ بیلدر برای ما انجام میده. یا مثلا من اینو اینجوری بذارم این قسمت، هر دو رو باید انتخاب کنید، یعنی چیزایی که میخواین شیپ بیلدر روش اعمال بشه. توی ایلستریتور هم به همین صورت بود که ما یک شیپ رو انتخاب میکردیم، دو تا ابزار شیپ بیلدر رو برمی‌داشتیم و مثلا آلت رو نگه می‌داشتیم، قسمت‌های اضافه رو پاک می‌کردیم، شیفت رو نگه می‌داشتیم، یه سری قسمت‌ها بهش اضافه می‌شد. خب میگم اونور آپشن هاش بیشتره. یعنی در واقع فیگما برای ادوبی شمشیر رو از رو بسته به قول معروف. این خیلی باحاله، چون خب چند وقت پیش نمیدونم شنیدید یا نه، ادوبی با یه رقم خیلی بالا می‌خواست فیگما رو بخره، یه رقم خیلی نجومی که فیگما قبول نکرد و الان رقیب سرسخت ادوبیه. چون میدونید ادوبی سال‌هاست حکمرانی میکنه به دنیای دیزاین دیگه. افتر افکت و فتوشاپ و ایلستریتور و پریمیر و ابزارهای یک از یک فوق‌العاده‌تر و قوی‌تر که من آموزش اینا رو هم تو پیج دارم دنبال میکنم. ببین دوستان، یه نکته انحرافی اینجا بهتون بگم، یه طراح باید 6 تانگ باشه. شما نمیتونید فقط فیگما، فقط فتوشاپ، فقط ایلستریتور داشته باشید، باید چند تا چیزو بلد باشید. ولی بستگی به تخصصتون، مثلا اگه کار یو ای یو ایکس باشه فیگما رو قوی تر جلو میرید، ولی اون دوتا هم بایستی بلد باشید. اوکی، مثلا دوتا رو میذارم اینجا، هر دو رو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، شیپ بیلدر و به این صورت بیام بیرون و میبینیم که اون کات به زیبایی برای ما انجام شد. خب بذار من این ور همه رو گذاشتم، چیزی جا نذاشته باشم براتون، اونقدر باحاله و خودم هیجان دارم. مثلا این هایش، این که اینجوری مینویسی اصلا ببین بعد زوم میکنی، کیفیت عالی، کیفیت خدا بی‌نظیره. خب این از بخش فیگما درامون بود و این بخش یونون هم که مثل حالت قبل، یعنی در واقع این قسمت توی ایلستریتور اسمش پس فایندره که شما شیپ ها رو با هم دیگه ترکیب کنی، قاطی کنی، اینو از اون یکی حذف کنی، اینو از اون یکی حذف کنی. ابزار پن هم بیایم امتحان کنیم بچه‌ها. ببینید اینجا هم دقیقاً به همون صورته، کرو ما میده یه مقدار کار کردن با پن رو برای ما راحت تر کرده و دقیقاً اینجا باز به همین صورت میتونیم داینامیکش کنیم، فریکانسی بهش بدیم، بیایم از براش ها استفاده کنیم، یه براش مختلف روش بندازیم. یه نکته دیگه هم رابطه با براش ها داشت یادم میرفت من بهتون بگم. ببینید شما میتونید حتی اینجا براش بسازید. اوکی، مثلا الان خدمت شما عرضم که من ابزار پنسل رو بردارم، بیام مثلا یک همچین حالتی، اوکی، موو رو انتخاب میکنم، روش کلیک راست میکنم و دقت داشته باشید create brushes stretch brush، آره stretch brush اگه سوال نخوندم. خب stretch brush رو که میزنیم این براش هم برای من ساخته شد. من اگر براش رو بردارم و وارد پنلش بشم، ببینید دوستان آخرین مورده، دقت کنید اینجا رو آخرین مقدار و اسمش هم همون اسمی که توی لایه هاش بود، ولی شما میتونید از اینجا رینیم براش رو بزنید، مثلا گو یا هر چیز دیگه ای، یا حتی میتونید براش رو دیلیت کنید. حالا بریم براش رو انتخاب کنیم، ببینید من الان میام اینجا چیزی رو که میخوام برای خودم میکشم و اینجا چون این محدوده به حال چیزی که من کشیدم حالا خیلی قاعده توش رعایت نشده بود، وقتی بلند میشه ما به یک همچین شیپی میرسیم. خب من پنل براشز من وسواس دارم هیچ چیز اضافه ای نباشه، این دیلیت رو بزنم و پاک بشه. این از بخش فیگما درا با جذابیت های خوبی که برای ما داشت.
خب دوستان، آپدیت باحال دیگه که ما داریم آپدیت ساخت پترنه که توی ایلاستریتور ما همچین ابزاری رو داریم. اینجا هم اومده همچین ابزاری رو ما داده، خیلی جذاب و باحال. ببینید مثلا من اینجا ابزار براش رو انتخاب میکنم، یه مقدار حالا اون رو بزرگتر میکنم و مثلا یک همچین تیکی رو رسم میکنم. خب بیایم یه مقدار اون رو بزرگتر کنیم، در همین حد کافیه. اوکی. حالا این چطوری باید از این ما به پترن برسیم؟ من اینجا یک مستطیل، یک مربع مستطیل، هر چیزی که بشه رسم میکنم. دقت داشته باشین از این قسمت پنل فیر رو میزنم و از این گزینه‌ای که بالا داره، گزینه سوم موس رو من روش نگه میدارم، گزینه پترن برای ما ظاهر میشه. وقتی من پترن رو بزنم به همچین شکل و شمایلی میرسیم که این وسط زده سلکت سورس. من اینو انتخاب میکنم، بعد به عنوان سورس میام این چکی رو که ساختم یا هر چیزی دیگه که شما میدونید رو من انتخاب میکنم. خب این پترن برای من شکل گرفت. ببینید وقتی اینو من بزرگ کنم ببینیم که ما پترن رو کاملا به زیبایی داریم. خب بریم روی جزئیاتش کار کنیم. اینجا در خدمت شما عرض کنم حالت تایتل تایپمون به دو صورته، یکی حالت رکتانگولار، یکی حالت هگزانگولار، اسمی که براش گذاشتن. توی حالت رکتانگولار ما اینجا x رو من زیاد کنم، میبینید که فاصله ها از بالا و پایین همزمان بیشتر میشه. اگر این صد رو هم من کوچیک‌تر کنم تعداد آیتم ها کمتر میشه و خب ما میتونیم جزئیات پترن رو تا هر اندازه که میخوایم کوچیک کنیم تا اون چیزی که دوست داریم برسیم. و اینجا هم الاینمنتش مثلا میگه کجا باشه. ببینید وقتی مثلا مرکز باشه، خب این حالته. برای میگم بستگی به اون آبجکتی که دارید پترن میکنید این حالت ها متفاوته. بریم روی حالت هگزانگولار، اسم باحالی گذاشته. وقتی من اینو انتخاب میکنم میبینید که اینجا حالت یک درمیون میشه آبجکت ها، با حالت دایرکشنش با حالت هوریزونتال داره و ورتیکال. اینو بزنم روی حالت ورتیکال ما به یک همچین آیتمی میرسیم و روی این گزینه های x و y اگر من کار کنم اینجا ما بهش مقدار بدیم، ببینید که یک همچین فضایی رو به ما میده که ما میتونیم پترن های جذابتری رو داشته باشیم. و حتی اگه من اینجا بیام یک مقدار آپدیت رو این انجام بدم، مثلا رنگش رو تغییر بدم یا حتی مدل براشش رو عوض کنم، میبینید که پترن کاملا آپدیت میشه، مثل حالت کامپوننت مین و اینستنساش که بسیار بسیار آپشن جذاب و خفنیه. خب دوستان، آپدیت باحال دیگه‌ای که ما داریم، ببینید من ابزار پنسل رو برمیدارم، یک خط ترسیم میکنم یا مثلا یک دایره اینجا میکشم. اوکی. حالا اگه من ابزار تکست رو بردارم و روی هر کدوم از این کروا کلیک کنم، میبینید که به سادگی من میتونم فونت رو درست کنم، به سادگی روی این خطوط تایپ کنم و چیزی رو که میخوام روی اونها پیاده کنم. بذارید من یک کمی رنگ بک‌گراند رو تیره تر کنم که اون کرو رو شما ببینید. من ابزار تکست رو برمی‌دارم، ببینید وقتی ظاهر کلیک میکنم روش به این صورت تغییر پیدا میکنه و ما میتونیم شروع کنیم به تایپ کردن، مثلا یک همچین چیزی، کپی اند پیست به راحتی و استفاده کنیم ازش. این آپشن فوق العاده است و واقعا جاش توی فیگما همچین آپشنی خالی بود. ابزار دیگه که ما اینجا داریم، ببینید مثلا خدمت شما عرضم که من یک ستاره رسم کنم، این که ما بتونیم اون انکر پوینتش رو متناسب با چرخیدن تغییر بدیم. ببین الان من اینو وقتی میچرخونم این بر اساس مرکز وسط شروع میکنه به چرخش کردن. اما چیزی که جدیدن اضافه شده، ببینید اگر من خوب دقت کنید موس رو نزدیک یکی از گوشه‌ها نگه دارم، یک پوینت این وسط ظاهر میشه و دیگه من هیچ کلیکی هم نکردم، اولش هم کلیک نکردم، این پوینت رو تغییر میدم میذارم مثلا اینجا. الان من اگر اینو بچرخونم حول اون محور شیپ من میچرخه و من اینو میتونم جابجا کنم روی هر جایی که بخوام و شیپ من کاملا حول اون محور داره برای من میچرخه که این آپدیت هم فوق العاده جذاب و کاربردی بود. اما بریم سراغ بخش
افکت ها یه بخش فوق العاده جذاب، همچین چیزهایی رو میتونیم باش بسازیم که خیلی خیلی کاربردیه. و یک استوری هم که دیشب گذاشتم براتون با همین افکت ها ساخته شده بود. من یک دایره رسم کنم، یک گریدینس به اون بدیم، مثلا به این صورت. اوکی، رادیال. خب ببین دوستان، من از بخش افکت ها وقتی کلیک میکنم، این پنجره که برای من باز میشه، خب این حالت دراپ شادو رو ما از قبل داشتیم. چند تا آپشن اینجا اضافه شده، تکسچر و نویز. اول بریم روی تکسچر کار کنیم. من وقتی تکسچر رو میزنم دقت کنید یک همچین بافتی برای من دور شیپ ظاهر میشه. اینجا ما سایز رو داریم، اینجا ردیوس. من اگر سایز رو زیاد کنم میزان اون بافت زیاد میشه و اگر سایز رو کم کنم میزان اون بافت ریز و ریزتر میشه. مثلا رو این مقدار نگه میدارم. ردیوس رو وقتی زیاد کنم این یعنی که میزان اون بافت به وسط هم کشیده بشه. ببینید الان این وسط دقت کنید، میبینید خیلی چیز باحالی به ما میده. حالا اگه من میزان سایز رو الان کم کنم یک جورایی افکت مثل شیشه مات رو من میده با یک تکسچر خیلی جذاب. خب در حال حاضر قطعا چون فیگما این آپشن رو تازه داده همین یک مدل تکسچر رو ما میتونیم بسازیم، ولی جلوتر مطمئنم تکسچرهای خیلی جدیدتر و خفن‌تر اضافه میکنه و حتی اون اجازه میده تکسچر بسازیم. اصلا واو، ما همچین چیزی رو نداشتیم. میتونیم تو فتوشاپ ایلاستریتور تکسچر بسازیم، اما اینکه ابزارش رو ما بده ما بتونیم یه چیزی بسازیم خیلی خفنه. خب اما اینجا تکسچر رو داریم. اوکی، من یک دوپلیکیت بگیرم. این بار بیایم اینو به جای تکسچر بذاریم روی نویز. خب میدونم من رو تکسچر سیستم جا افتاد بهتون بگم. توی تکسچر هم دقت داشته باشید دوستان، این خط دایره رو میبینید که دور این دایره افتاده. اگر اینجا ما تیک کلیپ تو شیپ مثل همون کلیپ کانتنتس عمل میکنه، کلیپ تو شیپ رو بزنیم خارج از دایره رو نشون نمیده و فقط پترنی رو که ما توی دایره داریم، توی اون شیپمون داریم رو میتونیم ببینیم. ولی خب من این شکلیشو بیشتر دوست دارم، البته بستگی به محیط کارم داره. خب بریم برای نویز. ببین نویز دقیقاً چیزی که ما توی فتوشاپ داشتیم، توی ایلاستریتور هم داشتیم، حالا فتوشاپ با آپشن های بیشتر. ما اینجا 3 مدل نویز داریم. مونو تک رنگه. ببینید اگر من سایز مونو رو زیاد کنم، ببین این نویز ها رو میبینید اینا به صورت تک رنگه. اگر من مشکی رو زیاد کنم به این صورت میشه. اپاسیتیش رو کم کنم کامل از بین میره. این دیستنسی هم میزان اون بافتیه که دارم. این کاری که دیشب کردم دقیقاً اینو اینجوری زیاد میکنی انگار داره میسوزه از داخل، ولی خب حالا باید رنگ بک‌گراند و اینجا کاملا یکی باشه. بذارید یه لحظه براتون انجامش بدم. مثلا اینجا من اینو مشکی کنم، این کد رنگ رو بردارم، شیپ انتخاب کنم، نویز، این کد رنگ رو دقیقا اینجا جایگزین کنم و اپاسیتیش رو 100 کنم. الان من اگه این دیستنسی رو میزانش رو تیکه زیاد کنم، ببینین که انگار داره میسوزه و داره کامل از بینش میبره. اوکی، به خاطر اینکه 100% کاورش کنه. الان اینجا رنگ بیس خود زمین است و مشکی رو هم داریم. بنابراین برای این حالت میریم به چیزی که من دیشب ساختم با حالت دومش، یعنی دو. اینجا ما 2 تا کد رنگ رو داریم و اگه من تو هر دوتاش اینو کپی کنم و اونو 100 بذارم، میبینین که این اتفاق، بذار اینو من 100 کنم، اینجا برای ما میفته. این نویز رو به ما میده که ما از این نویز میتونیم جای مختلف استفاده کنیم. مثلا الان توی این حالت اول من بیام یه مقدار بافت تکسچرش رو درشتر کنم، مثلا یک همچین چیز باحالی. حالا یه افکت دیگه بهش بدم، اونو بذارم روی نویز. اوکی، نویز رو درشتر خیلی درست شد. یه چیزی که میخوام اندازه این بافت گوشش بشه، یعنی که انگار هر دو به هم دیگه وصله. الان تقریبا فکر کنم یه دونه باشه.
خب اینو کد رنگ بک‌گراند رو من بردارم، رنگ 100 کم کنیم. آره یه مقدار اینو بیشتر کنیم. ببینید انگار اون پارگیه همه جا این شیپ وجود داره. با ترکیب افکت نویز و تکسچر تونستیم به همچین افکت جذابی رو برسیم که توی نمونه کاری هم که خود فیگما شیر کرده بود یه دونش این بود که با این ابزار شما میتونید آیکون بسازید. وسطش رو دقت کنید به چه صورته، دقیقاً مثل همین چیزیه که الان ما ساختیم و این دورش هم یک براشه که اومده افکت نویز رو به این براش داده، همچین آیکون های جذابی رو ساخته. و عکسایی هم که خود فیگما، تیم فیگما، حالا دیزاینراشون یا دیزاینرهای مورد تاییدشون با این ابزارهای درا ساختن اینجا و این افکت ها اینجا شیر کرده برای ما که ما میتونیم همچین چیزهای جذابی رو بسازیم. ببینید اینجا مثلا اومده دقیقاً از همون افکت نویز استفاده کرده برای بک‌گراندش به همین صورت و اینا همه از خلاقیت میاد. حالا این بلر هم الان بهتون میگم چه شکلی اینو ساخته و همچین کارهایی. خب بریم برای ادامه فایلمون. خب بریم برای مورد بعدیش، افکت بلر. بلر خیلی جذاب. من یک مستطیل این شکلیه سفید رنگ، الان تو پنل درا میتونیم بیایم که توی پنل دیزاین خیلی تفاوت نمیکنه برای افکت ها. سفید رنگ میندازم، اپاسیتیشو میذارم روی 1، میام الان افکت رو میزنم و افکت بک‌گراند بلر رو به اونا میدم. خب بک‌گراند بلر تو حالت عادی چیزی که ما قبلا داشتیم به این صورت بود که یه تیکه به ما این بلر رو میداد. چیزی که الان اضافه شده یک تب جدیدیه، پروگرسیو. وقتی ما پروگرسیو رو میزنیم یک حالتی مثل گرادیانت به ما میده، استارت و اند. اگر من اند رو بذارم روی نهایتش که میشه عدد 100، ببینید چقدر چیز باحالی به ما میده که این خدمت شما عرضم بلر ما از کم به زیاد بیاد و ببینید چقدر افکت باحالی ما میده. ما برای ساختن همچین چیزی تو حالت قبل می اومدیم یه لایه میذاشتیم، ماسک میکردیم، گرادیانت میدادیم، یه ورش رو اپاسیتیشو صفر میکردیم، او داستان داشت. اما الان به سادگی یه افکت خیلی جذاب اینجا به ما داده و دقت کنید ببینید چیزی هم که اینجا خودشون ساختن کجا رفت، اینجا. ببینید دقیقاً به همین صورته. شیپی رو که گذاشته، البته این صورت عکس نمیتونم لایه‌شو باز کنم، شیپ رو گذاشته یک بلر 100 به این ورش داده و این ورش رو 0 داده. الان مثلا من این مستطیل رو بیارم پایین تر، میبینید که از اینجا شیپ اصلی رو ما داریم، اینجا پله پله بلر ما شروع میشه و اینجا به 100 میرسه. افکت بسیار بسیار جذاب و در این حال کاربردی. خب بریم سراغ لی‌اوت گرید. اوتو لی‌اوت گرید یک آپشنه که توی اوتو لی‌اوت برای ما اضافه شده و به ما اجازه میده راحت‌تر با اوتو لی‌اوت کار کنیم. توی طراحی ریسپانسیومون بتونیم کارهای خلاق‌تر، کارهای خفن‌تری رو اونجا بزنیم و خیلی سازوکار رو برای ما راحت‌تر کرده. بریم ببینیم چه شکلی بایستی از این اوتو لی‌اوت گرید استفاده کنیم. ببین دوستان، وقتی ما چند تا آپشن اینجا داشته باشیم، مثلا چند تا شیپ در واقع، اوکی، و بخوایم همه اینا رو با هم دیگه اوتو لی‌اوت کنیم، من همه رو انتخاب میکنم، شیفت و ای رو میزنم که اوتو لی‌اوت برای من سلکت بشه. خب ببینید اینجا یک آپشن اضافه شده، این قسمت حالت گریده، گرید بتا، تو حالت بتا هم هست، یک سری ایرادات داره، جلوتر درست میشه. وقتی من بتا رو انتخاب میکنم یک همچین فضایی رو به ما میده، میزان گپ بین در واقع آبجکت های مختلفمون و این قسمتش قسمت جذابی. ببینید در حال حاضر من اینو تیتر کنم که فکر کنم اونجوری، بله،
ببینید در حال حاضر 3/2 میزان در واقع بلاک هایی که داخل این اتولیات برای من قرار داره و اگر من اینو اینجا میتونم بیشترش کنم، مثلا اینو به این صورت تغییرش بدیم. ببینید بلاک ها به این صورت تغییر میکنه. این آیتم کاربردهای زیادی داره، مثلا توی طراحی رسپانسیو که وقتی ما داریم آیتم ها رو زیر همدیگه میچینیم، مثلا میزنیم 2/8 2 مثلا 10 یا شاید 1/10 یه همچین چیزی و بلاک ها رو توی هر کدوم از اونها میچینیم. کد CSS خوبی هم بهمون میده خود فیگما توی حالت دیولپ مود که از اون ور فرانت کار میتونه راحت تر بلاک بندی کنه و کارو بهتر پیش ببره. بریم چند تا مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید اینجا مثلا این فریممون گرید داخلش 2/4 و ما میتونیم اینو به صورت مختلف مثلا 3/2 تغییر بدیم و شروع کنیم آیتم ها رو داخل این بذاریم. یا مثلا اینجا ما یه گرید داریم که 4/4 ولی میبینید که من کلیک کنم روی هر کدوم از این فریم ها، آیتم ها در حالت های مختلفی قرار داره. اگه من بخوام گپ بدم بین اینها، فریم اصلیمون رو انتخاب میکنم، از اینجا روی این دوتا آپشن کار میکنم، گپ رو از حالت های مختلف پیشون میدم نسبت به حاشیه. ببینید این آیتم چون بزرگ شده و اینو بزرگ کردیم به اندازه 4 تا فریم قرارش دادیم، همیشه توی اون 4 تا فریم خودش باقی میمونه و این به ما کمک میکنه یک نظم خیلی خوبی داشته باشه کارمون. یا مثلا اینجا ببینید الان این فریم ما یک بلاک بندی 3/3 حالا با یک گپ و پدینگی اونجا رعایت شده. من اگر اینو بذاریم مثلا کوچیک‌ترش کنم، اینو برمی‌دارم میکشم داخل یکی از فریم ها، خودش اتومات تبدیل میشه به سایز اون بلاکی که داخلشه. یا مثلا مثل این حالت اگر بزرگتر از بلاک باشه، ببینید من اینو توی بلاک اول رها میکنم، باز خودش تبدیل به سایز اون بلاک اصلی خودش میشه و میتونم سایزش رو تغییر بدم. شما مثلا من دوست داشتم به اندازه 2 تا بلاک باشه یا به اندازه 4 تا بلاک باشه، به راحتی من میتونم اینو از اینجا تغییر بدم. یا آیتم بعدی رو که من میارم توی یکی از این بلاک ها قرار میدم و همچنین آیتم بعدی. خب اینجا میبینید که به اندازه 2 تا بلاک به اندازه بلاک های خالی خودش تغییر پیدا میکنه. و توی این حالت ببینید اگر ما بلاک های مختلفی رو داشته باشیم و یه دونه رو بزرگ کنیم، ما همچین چیزی رو توی اتو لی‌آوت نداشتیم. بچه‌ها که کار میکنن با فیگما میدونن که ما بتونیم توی اتو لی‌آوت یه آپشن رو تغییر سایز بدیم، باقی آیتم ها تکون نخورن و همچنین سایز فریممون رو ما داشته باشیم. اوکی؟ ببین اینجا مثلا اتو هر کدوم از اینا توی یک حالت تعریف شده، میتونیم اینو مثلا از حالت اتو اینجا اینو تغییر بدیم و مثلا بیایم عدد براش بذاریم. سایز این بلاکش رو مثلا 55 من بذارم 150. سایز بلاک رو تغییر بدیم و اون و خدمت شما عرضم که مثلا اینو من الان انتخاب کنم، بیام مثلا توی این 2 تا بلاک قرارش بدم. این شکلی یک بلاک با یک گرید بندی جذابی به ما میده. حالا اینو خواستم بگم، وقتی ما اینو بزرگ میکنیم این رفته لایه زیری. اگر من بخوام بیام یه لایه بالا روش کلیک راست میکنم و bring to front و bring to end، bring to front رو بزنم میاد بالا، همونطور که میبینید کلید میان براش براکت های روی کیبورده. به این صورت این آپشن هم توی اتو لی‌آوت برای ما اضافه شد که خیلی آپشن خوبه به درد بخوریه. یعنی وقتی ما داریم یک صفحه رو طراحی میکنیم، آپشن ها رو میچینیم، مثلا میخوایم بک‌گراند ما که یک گرادیانتیه بره زیر و همچنین توی بلاک اصلی باشه، یعنی شما فرض کنید الان بک‌گرانده، من اینو فول میکنم و اینکه توی کل فریم هم بتونم فریم رو به راحتی جابجا کنم، از خاصیت رسپانسیو بودنش استفاده کنم. اگر همه اینا رو روی رسپانسیو فعال کنم نسبت به پنل کانسرتش، به این صورت بک‌گراند من همیشه به بلاک ها میچسبه. یه مثال دیگر رو با هم بررسی کنیم. ببینید اینجا مثلا add destination here، اینجا مثلا دستینیشن های برای یک کارت سفر طراحی. ببینید که بلاک های زیادی داخلشه. من اگر این بلاک اول رو بردارم و توی هر کدوم از آیتم ها قرار بدم، چون ویدیوهایش ببینید من برش گردونم اینو. خب خدمت شما عرضم که ببینید این یک گرید 2x2، این چون خودش یک گریدیه و ویدیوهایش روی یک عدد فیکسی ثابت شده و کامپوننت هم هست، اگه من اینو بذارم دیگه متناسب با اون تغییر سایز پیدا نمیکنه تا حد امکان.
تا حدی که بلاک های داخلش قابل رویت باشه. خب الان مثلا دیدین این یه بار تغییر کرد، یه بار تغییر نکرد. اینا دیگه باگ هاییه که فعلا تو حالت بتا ما داریم، ولی خب از آپشناش میتونیم تا حد امکان استفاده کنیم. ببینید مثلا اینجا من اینو تا اینجا میارم کامل، پدینگ هم رعایت. بلاک بعدی رو میارم، خب این الان توی 2 تا بلاک، میخوام توی 4 تا باشه به این صورت، و بعدی رو میارم. دیگه لازم نیست مثلا فرض کنیم من اینا رو داخل اینجا قرار دادم، بیام یه دور دیگه اینا رو اوتو لی‌اوت کنم که مثلا این فاصله های بینش با هم دیگه برابر بشه. مثلا بچه‌ها که کار کردن میدونن این که من فاصله اینا رو از بالا به پایین و اینا با هم دیگه یکی باشه، یه مقدار چند تا اوتولیات تو در تو میخواست که من این رو رعایت کنم، ولی اینجا با یک گرید بندی منظم به راحتی به من اجازه میده که استروکاشون رو من یکم خدمت شما عرضم که یکم پررنگ‌تر کنم، راحت‌تر ببینید که مثلا من اینو خیلی مرتب داشته باشم و یک بلاک بندی خوبی داشته باشم. حتی میتونم فیل رو خاموش کنم و یک همچین شیپی. استروک هم داره، بله استروکش هم خاموش میکنه. منظم. این گرید بندی به ما کمک میکنه طراحیمون رو ببخشید بچه‌ها منظم انجام بدیم و خیلی خیلی آپشن خفن و جالبیه. یه آپشن باحال دیگه ببینید ما اینجا بلاک بندی های مختلفی رو داخل این گریدمون داریم و میخوایم یک آیتم رو به صورت ابسولوت پوزیشن به اینجا اضافه کنیم. اگر من این آیتم رو بیارم و اضافه کنم میبینید که میره بین بلاک ها و اگر رها کنم یه جای اون وسط درست میکنه و کل کار رو به هم میریزه. کنترل زد بزنم. اما بخوام اینو به صورت ابسولوت بیاریم، من اینو درگ میکنم، کلید اس رو از روی کیبورد میزنم، در واقع نگه میدارم و میبینین که به صورت ابسولوت پوزیشن میاد. اگر من اینو اینجا رها کنم، همونطور که تو پنل پراپرتی میبینید به صورت ابسولوت پوزیشن قرار گرفت و ما اینو میتونیم هر جا از کارمون بخوایم قرار بدیم. ابسولوت پوزیشن هم دیگه از کاربرداشون براتون نگم که فوق العاده کاربردی و لازمه. یا مثلا اینجا ما میخوایم آیتم هایی رو که داریم یک مثلا قالب بنر باش طراحی کنیم. خب من میام اول اینو میارم توی یک بلاک رها میکنم. خب مثلا به اندازه این تعداد بلاکمون بشه، این نه زیاد شد، مثلا اینقدر آیتم های دیگه رو که داریم توی بلاکمون قرار بدیم و بیایم سراغ عکس ها. ببین دقیقا خودش میچسبه به بلاک ها و به ما کمک میکنه کار منظمی داشته باشیم. این فوق العاده است بچه‌ها. نمیدونم چطور اینو براتون بگم که بدونین چه آپشن خفنیه، این که چقدر کمک میکنه سرعت طراحی رو بالا میبره. ببینید اصلا فیگما با این تفکر طراحی شده که کار سریعتر انجام بشه، کار حرفه‌ای‌تر انجام بشه و هر ابزاری داره در این راستا داره به ما کمک میکنه. ببینید به راحتی چقدر منظم گرید بندی جذابی رو برای ما ایجاد میکنه. خب این از این آپشن ها. در رابطه با فیگما سایت و فیگما میک، این دوتا هم در حالت بتا است ولی توی حالت فری و ادویکیشن قابل دسترس نیست. توی آیتم پولی، اکانت های پولی قابل دسترسه. اکانت پولی در حال حاضر هزینه سالانش یه چیزی حدود 18-19 تومن 20 تومن با دلار الان دلار 83-4000 تومانی میشه. حالا جا شما موقعی که این ویدیو رو ببینید دلار خیلی بالاتر از این رقم باشه. اجازه بدین یه کم بریم جلوتر، حالت اصلیش بیاد از حالت بتا خارج بشه، من بررسیش کنم، خودم اکانتش رو تهیه کنم، ببینم به چه صورت ارزش داره، یعنی میشه تو بازار کار متناسب باش کسب درآمد کرد و چقدر اختیار کار ما میده تو بازار ایران. چون مثلا به یه چیزی مثل فریمر یا وبفرو تو خارج ایران خوبه، توی داخل ایران به خاطر شرایطی که هست خیلی توجیه اقتصادی نداره. اینو من بررسی کنم، اگر اوکی بود حتما اعلام میکنم که شما هم تهیه کنید و بتونید استفاده کنید. بنابراین میریم سراغ آپشن آخر، فیگما باز. ببینید فیگما باز چیزیه که اینجا توی صفحه اصلی فیگما ما دیزاین، فیگ جم، اسلاید و فیگما باز رو داریم. من که میزنم یک صفحه جدید برای من باز میشه.
و در ابتدای صفحه یک کادر اینترو به من نمایش میده. دوستان خیلی خلاصه بگم فیگما باز چیه. ببینید فیگما باز یک چیزیه مثل کنوا. فیگما میخواد یک هدفی داره، به سمت سوی میره که شما برای هیچ کاری از فیگما خارج نشی. این فیگما باز مخصوص چه افرادیه؟ کسایی که خیلی حوصله دیزاین ندارن، کسایی که خیلی دیزاین بلد نیستن، میخوان یک پوستر برای سوشال های مختلف، اینستا، فیسبوک، لینکدین، جاهای مختلف طراحی کنن و استفاده کنن. اینجا میاد یک سری آپشن های آماده، یک سری ابزارهای آماده برای شما گذاشته، سایز بندی ها رو گذاشته. سایز بندی ها خیلی خوبه. مثلا شما الان بخوای یه استوری طراحی کنی، یک کاور ریلز طراحی کنی، باید به سرچ بزنی سایز اینستاگرام، نمیدونم ریل سایز، بعد اون سایز رو بیاری توی فتوشاپ، ایلاستریتور یا جای دیگه اون یه کادر بسازی، شروع کنی توش دیزاین کردن. اینجا همه رو برات آماده گذاشته، میتونی به راحتی استفاده کنی و چیزی رو که میخوای داشته باشی بدون اینکه دانش خاصی از دیزاین داشته باشی. بریم ببینیم به چه صورته. مثلا اینجا حالا این کادر اینتروش رو میاد یه سری تمپلیت های آماده، کلی هم تمپلیت آماده داره. اینش خیلی خوبه. من اینو ببندم. وارد صفحه اصلیش که میشیم میبینیم خب یک همچین ظاهری داره. این پایین پنل ابزارش دو تا حالت داره. یه حالت اینجا فیگما بازه و اینو اگه من بزنم میره توی حالت دیزاین که ابزارهای دیزاین فیگما رو ما میده و این طرف هم که تو اون حالت همون فیگما بازو قرار داره. برگردم به حالت قبلی. اینجا میبینیم در ابتدا بالا ما دو تا آپشن داریم، asset ها رو اینجا میبینیم و دیگری به صورت گریده که من اینجا الان چند تا اضافه کنم گرید رو کاملا مشاهده میکنید. بعدیش تمپلیت هست. ببینید تمپلیت رو که من میزنم اینجا رو دقت کنید بچه‌ها. اینستاگرام پست، اینستاگرام استوری، میایم پایینتر اینستاگرام ادز، حالا ادز تو ایران خیلی کار بردن، اینستاگرام ریل کاور. من ریل کاور رو مثلا بزنم، ببینید کلی آیتم اینجا برای من میاره. ببینید لود بشه. مثلا من اینو میزنم سلکت میشه. اینجا ببینید توی پنل asset ها دو تا اینجا برای من اضافه میشه. حالا اینجا من اگر بخوام یه سری تغییرات توی این اعمال کنم، توی خود همین حالت باز یه سری تغییرات رو من میده. یعنی من تکست رو انتخاب کنم، این بالا فونت رو نمیدونم سایز و این داستانا رو من میده. یا اگه بخوام تغییر بیشتری اعمال کنم، یا مثلا شاید بعضی لایه‌هاش قفل باشه، میام توی حالت دیزاین. وقتی میام توی حالت دیزاین خدمت شما عرضم که asset ها رو من انتخاب کنم. از این پایین ببینیم که پنل لایه‌اش رو داره کاملا نمون میده. من میتونم انتخاب کنم، عکس رو جابجا کنم، روی اون گرادیانت بکش کار کنم در حدی که اجازه بده، در حدی که بگم اون دیزاینر مثلا دانشش بهش اجازه بده و تا اون حد بخواد حوصله بذاره، وقت بذاره روی کار. مثلا بیایم تمپلیت های دیگه شو بررسی کنیم. اینستاگرام استوری، ببینید که اینستاگرام استوری تمپلیت هاش خیلی بیشتره. من یه دونه رو میزنم باز میکنه. حالا تا این لود میشه بریم بغل رو بررسی کنیم. بعدش ابزار تکسته. ببینید توی تکست هم اومده حالتهای مختلفی رو به ما داده. مثلا من این تکست این پایین رو نمیخوام، اینو میام پاک میکنم، میام مثلا یه همچین چیزی دوتا اومد، میام اینو میذارم اینجا. خب رنگش رو چی کار کنم؟ رنگش رو مثلا خدمت شما عرضم که مثلا رنگش رو اینجوری بذاریم. حالا هر چیز دیگه بیام بهش افکت بدیم، شادو بدیم. حالا اگه بخوایم روی این افکت ها بیشتر کار کنیم، قطعا وارد پنل دیزاین میشیم و اونجا روی این آپشن ها کار میکنیم. بعد از تکست ابزار ایمیجه. خب این ایمیج ما اجازه میده اینو بزنیم، از اینجا وارد سیستمون میشه، میتونیم عکس آپلود کنیم. بعدی شیپ هاست. این هم خیلی به درد بخوره. شما میخوای یه استوری بسازی، یک چیزی میخوای بسازی، یه ایده تو ذهنته، اینجا شیپ های مختلفی بهت میده. دیگه نمیخواد بیای مثلا این شیپ ها رو بشینی توی فیگما بسازی، اینجا خودش این شیپ رو داره بهت میده، میای به راحتی استفاده میکنی، توی کارت قرار میدی. یا اینکه مثلا ببین اینجا من یک پنل خالی رو میام میسازم. توی هر کدوم از اینا دقت کنید. مثلا اینجا این نوار بالاشو ببینید، اینستاگرام ریل کاور. من اینو بزنم باز بشه، ببینید چقدر جالب، همزمان همه رو من میده. یعنی من اینو میخوام تبدیل کنم به چی؟ به اینستاگرام پست.
تبدیلش میکنم به اینستاگرام پست، سایز تغییر میکنه، میام روی آپشن های بعدیش کار میکنم، مثلا میام اینو میزنم، خب یه مقدار فونتش رو کوچیک‌تر کنم. این دیگه چی داشت توش؟ اینو من بیارم بالا ببینیم اگه بیاد، نیاد میریم اونور تغییرش میدیم. اون دایره الان تکون نمیخوره احتمالاً. اینو بیارم روی پنل اسست. بله میبینید که قفل اینش چشمو زدم اشتباهی. آره مثلا یه همچین چیزی به این صورت برگردم باز. این مثلا در لحظه برای من تبدیل میکنه به پست اینستاگرام. خب این برای کسایی که خدمت شما عرض کنم ادمین اینستاگرام هم، مسئول تولید کننده محتوا، پست تولید میکنن، این مسائل اینجا اومده خیلی براشون کارو ساده تر کرده. یعنی کارهایی که بعضی توی کنوا انجام میدن، خب کنوا ضعف زیاد داره دیگه، یه ابزاری آماده است، مثلا میخواد همه چی رو آماده بده. اینجا آماده تا حدودی همچین ابزاری رو داده. کاربردی بودن این قسمت خیلی زیاد نیست، مثل فیگما اسلاید گاهی وقتا استفاده میشه، ولی آپشن خوبیه. یعنی برای کسی که تازه داره کارش رو شروع میکنه، مسیرش رو شروع میکنه، از این ابزار میتونه استفاده کنه. بریم باقیش هم با هم بررسی کنیم. بعد از شیپ ها میرسیم به اینزرت. اینزرت هم به همین صورته. ببینید لایبرری های مختلفی رو برای ما قرار داده تا لود بشه. ببینید چه لایبرری باحالیه بچه‌ها. مثلا من یه پنل خالی بیارم، مثلا این تکسچر هایی که به ما میده، پیپر تکسچر. حالا شما بخوای این تکسچر رو توی فضای اینترنت پیدا کنی، باید بری کلی سرچ بزنید، کیفیت نداره فلان، ولی ببین با چه کیفیتی تکسچرهای مختلف برات قرار داده. حالا می اینجا مثلا توی ابزار تکس یک آیتم این بالا اضافه میکنی، به این صورت خیلی راحت. برمیگردم توی اینزرت، بک رو میزنم. یک لایبرری خیلی باحال اینجا داشت، اروها. من این اروها رو انتخاب کنم، کلی از این اروهای باحال اینجا برای من میذاره. مثلا اونجا ما یه چیزی رو مینویسیم فلان فلان فلان، بعد ببینیم دیگه چی داره. مثلا به فرض تو اینو داریم برای استوری میسازیم، اینجا به ما بده خب آیکون، آیتم های مختلف، پرچم، این آیکون های خطی. این چقدر لایبرری داره. تازه لایبرری هم میتونی خود بهش اضافه کنی. ببین این بالا اد لایبرری رو داره. مثلا از همچین چیزایی ما بیایم به کار اضافه کنیم. مثلا اینکه مثلا فکر میکنیم محصول بعدی ما چی باشه، نظرت چیه، مثلا اون بالا اینو مینویسی، تمام شد و رفت. اکسپورت رو میزنی، خروجی میری میذاری تو اینستا. به همین صورت. پس فیگما باز داره این در واقع آپشن ها رو ما میده و این ابزارها رو میده که بتونیم همچین کارهایی رو باهاش انجام بدیم. این دوتا هم ادیت کانتنت که ما بیایم اینجا کانتنت رو ادیت کنیم و فلان، هم از اینجا میشه، هم میتونیم از اون ور چیز کنیم. و این هم حالت بلاک کرییت، بالک کرییت، این که مثلا بخوای چیزی رو از صفر درست کنی، آپلود کنی، یا فکر کنم تو حالت بتاس فلانی. و این گرید هم ببینید الان بعد شما من گرید رو میزنم، همه چیزهایی رو که داریم اینجا کنار هم برای ما راحتی قرار داده. میتونم اینجا بزنم اضافه کنم و یه مقدار اومده کارو ساده تر کرده. پس این هم شد از آپدیت های فیگما. ببینید این چقدر فوق العاده است. حتما استفاده کنید، روی این موارد کار کنید. آموزش استفاده کردن از این موارد بار دومه دارم میگم، توی دیزاین من توی دوره جامعه قرار میدم. حتما اگه توی دوره جامعه شرکت نکردید شرکت کنید، مثلا اگر توی ایران هستید. من شرایط ورود به بازار کار و مرام این بازار کار، تجربه 15 سالمو در اختیارتون میذارم، بهتون کمک میکنم وارد بازار کار بشین و تا گرفتن اولین پروژه در کنارتون هستم. امید موفقیت روز افزون. انشالله که همیشه موفق، خندون و جیب پر از پول داشته باشید و تا آموزش های بعدی، درود و خدا نگهدار. فعلا.